56 تسر خونه آخرت با ترتیب بیار. من از شما گیله‌مند نیستم. گیله‌مند نیستی ای ما؟ چی باید اون تشکیل ندارم؟ دادرس بایدم خیلی باشم. دوستگی! دلم نگرفتم. گوش کنه. کوچه خیرسا گوش کنه که چی میگم. ای پگاه یگان تا برمال در درس نمیشینه. اشیرهای دختر تگی اگر من خودم میدونم با این کوچه خیرسا چو کنم. شورداران شام میکنم. با نگو که نگفتی. اصلا ما کوشش کردیم که از حد زیاد نگذرونیم، یک معیاری میانه رو گیریم، زیرا این به هر حال این واقعه شده گذشته باشد هم مؤلف دیده باشد هم این یک بدیهیتی خودش دارد. باز برای تماشابین این جهتش هم ما در نظر داشتیم. بنابر همین گفتم میتونم که بالانسش رعایت کرده شد. یک بزرگ گفته است این خیلی واقعه ها رو هر روز نشان دادن در کار، چون که آدم ندیده هم باید در خاطر دارد که به این روزها نرسیم. چقدر ما زیادتر نشان تیم همون قدر از جنگ و جنجال ها دور شدن میگیریم، چون که اندیشه ها زیاد میشود. در این فیلم درباره یگان جانب درگیر یگان چیز من نفهمیدم، نمیدونم. یگان جانب درگیر در این فیلم اشتراک نداشت، هرچند خودی فیلم با درجه عالی ترین فیلم برداری جوابگوی فیلم برداری جهانی بود، لیکن از جهتی بررسی موضوع همون موضوع نبود. در اونجا نه جنگ شهروندی بود نه جنگ قبیلوی بود و حتی در اونجا جنگی دو گروه خردی که بین هم دیگر جنگ میکردن گروه ها معلوم نبودن، اونها کی بودن معلوم نبود. خودی همون اثر جوابگوی همون فیلم برداری نبود و اثرهای سست التماس با اثرهایی که سرفهم همه حادثه های نرفتین از روی اثرها نوار کردن در کار نیست. باید که در زیر نوار اثرهای پخته‌ای اساسی تاریخی داشته و واقعی بوده باید باشند.